شخص حاجی در عرفه روزه نمیدارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که کسی روز عرفه روزه دارد امید میکنم که 2 ساله گناهش بخشیده شود. بهترین روزه بعد رمضان این روز عرفه هست، لیکن برای شخص حاجی نه. حاجی ها باید به دعا مشغول شوند، چون که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه نداشتند. وقتی که شیر دراز کرده شد گرفتند و نوشیدند. صحابه ها گفتند که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه دار باشند یا روزه خور باشند. بین همدیگر سوال آمد، بعد شیر دراز کرده شد. وقتی که شیر دراز کرده شد گرفتند و نوشیدند. بنابراین حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما وقتی که پرسیده شدند که شخص حاجی روز عرفه روزه دارد یا نه، گفتند که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزه نداشتند، ابوبکر روزه نداشتند، عمر روزه نداشتند، من هم نمیدارم و یگان کس را اگر حاجی باشد در روز عرفات به روزه داشتن امر هم نمیکنم نهی هم نمیکنم، ندارم نمیگم گفتند. لیکن گفتند که پیامبر صلی الله علیه و سلم نداشتن، ابوبکر نداشتن، عمر نداشتن، من هم نمیدارم. این دلالت میکند که ما باید پیروی از پیامبر صلی الله علیه و سلم کنیم. در وادی عرفات روزه ندارید، به دعا مشغول شوید.